یک زنم بازوری نمیبرویم ولی کود تازه تجربه بیشتر اگر بمبرا خیلی اوشا بگیری دیگه گپاگانه خیلی زود زور میرسه اگه زور میرسگیش هسته زور میرسه میگیره یعنی که اگر امکانیت داشته باشد گیره خیلی که امکانیت بره نباشد خیلی میگیره بیشتر خطر همون یه اویلا بودن نیست چون که همین مرد وقتی که دو اویلا شد الکی همه چیز تقسیم می شود زندگی خوب ناخوبتر می شود همین خیلی هست مقصدی من همینه که هم یک زنگی خوب است با خانو جای تامین کردن با خورد و خلوک بحث نگیری خداوند اجازه داده 4 زن فهمیدی نه که با خورد و خلوک تامینش با خانو جای همش که تامینش کنی بعد وای قیامت یاد دست شب و شلا کار میخواد جنایتکار وای اون مردی که خدا داده زن باید با خانو جای با خورد و خلوک تامین کنی بعد انگریستان نیک بتونه پارت رسیاری با چیکون کنی در تاجیکستان هستند شخصانی که زیاده از یک زن یا 2 زن یا 4 زن دارند در تاجیکستان حاضر بیشتر من اهمیت میتیم بیشتر همین جوان دخترها بسیار میل به شوهر دوم دارند نه به شوهر یکم ولی بلکه به شوهر دوم از چی همسر دوم شدن میخوان بله همسر دوم نه به همین پسران بلکه به همون نفران مردهای زنداره که پولدار هستند بسیار از شخصانی غریب بازی بسیارشون بیزن هستند از حسابی که مال ندارن چیز ندارن ولی شخصانی که بوی هستند 3-4 زن دارن من شرحی را در همین میبینم مثال دختران را احترامانه خواهش کرده میشود هم از پسران هم از دختران که هم پسرای کمبغل را هم گیرن اینها هم خیلی آرزو دارن در زندگی اما یه زنی خودشون به زور میخورونن دیم زن چی در کار اما یه زنی خودشون خورونن سیر کنن همه چی تامین کنن با فکرم که میشود زیادی چی در کار بعضی آدم میگن که امکان دارن که امکانیت دارن خیلی که آدم های داشتگیش میگیره 2 زن میگیره 3 زن میگیره که نداشتگیش همون یه زن که توقت کرده میشینه همون زنی خودشون خورونن پشونن همون کفایه داشتگیش در آش شوه همین یک زن خوبه ده یک زن همین خوب داشته باشم 3 فرزند باشه بس بهترینه مثلا بعضی میگن که مردها رفتند روسیه و دخترها اینجا زیاد ماندن اونا هم باید شوهر کنن حداقل زنی دومی مردهای زندار شوند نظر شما چی است خیلی هر آدم وابسته ایخی چایپا خیلی مرد هست زن دیما میگیره بهترین خوبه البته نادرسته با اینشتا با جنجال میخزن برای کم بوده میشه چی میشه هر یا محبت چیه اینو آدم یکی میفهمه چیه